خب دقت کن بچه‌ها، همین بس فوش بدیم دیگه، وسطش دیگه قرار شد همین گیربکس خاکستر رو جمعش کن. همین اول یه چیزی گفتیم یه توی بنت کنه دیگه نذارن. آره. خب اولین قدم اینه که شارژر رو شناسایی کنیم، بندازیمش کنار. شارژر ورودی خروجی یکم سخت تره. اولین دونه‌ای که حذف می‌کنیم اینه. کشویی رو میدونم که نمیتونه کشویی چی باشه؟ شارژر باشه. تمام. بعدی کدومه؟ اینه. از داخل درگیره، میبینید؟ تو دوربینا معلومه؟ از داخل با شفت درگیره، پس این نمیتونه شارژر باشه. اینم حذف میشه. بعدی چیه؟ بعدی اینه. نگاه کنید دندون داره، شارژر دندون نداره. این قرار با این درگیر شه، پس این فرفره از شارژر نیست. بعدی که حذف میشه اینه. 6 تا سوراخ داره و این 3 دندون. 3 دندون با 6 سوراخ درگیر میشه. اوکی؟ پس اینم نمیتونه باشه. اما اینو نگاه کنید شبیه گوشت لخ میمونه، هیچی نداره، هیچی نداره. حله؟ پس این میشه شارژر خروجی. اما میرم برای جمع کردنش. دقت کن. آیا شفت و درست اول بچینم به ترتیب بزرگ به کوچیک. درست شد؟ نگاه کن. دنده 1 خروجی، 2 خروجی، 3 خروجی، 4 خروجی. می‌بینی برخلاف ورودی یکم در آوردم. خب حالا سوال میپرسم، آیا شفت درست دست گرفتم؟ بله. بله؟ نه. بله. یه دقیقه باز کن.